ما امروز دوستا به ساحه پل خوشبختی آمدیم. کجاها رفتی؟ چکر چند جای رفتی؟ چند ایدی جمع کردی؟ چند ایدی دادی برای تفلکا؟ والله ما تا کسی ایدی نداده. والله ما به تفلکا تا ایدی دادم. کل بیننده هدف میدیا عید تبریکی میتم انشالله عید خوب داشته باشن. آره ما را می مشکل نیست دلته موږ له خلکو نه دغه غوښتنه ده چې موږ سره یو سي او دښمن ته موقعیت ورنکړي چې دلته انفجار وکړي. منم خالق اکتا و توانا هموطنان عزیز دوست داشتنی، سلام وقتتان بخیر. امیدوارم خوب صحتمند و سرحال باشین. باز هم در یکی دیگر از برنامه هدف میدیا امید بکتاش در خدمتتان هست و ما امروز دوستا به ساحه پل خوشبختی آمدیم. پل سوخته نام قدیمیش بود، حالا نام پل خوشبختی را برای گذاشتند و اینجا بسیار مقبول دیزاین شده است. در کنارش هم بسیار لایتینگ کاری شده است. بر دوستا بیاین اینجا عکس یادگاری بگیرن، تفریح بکنن. یک آبوای خیلی خوب هم داره. و ببینید دوستا آمدن اینجا عکس میگیرن، خوش میگذرونن. ما هم آمدیم اینجا امروزشان صحبت بکنیم، امروزشان ایتپرسی بکنیم، از اینکه ایت را چگونه دو روز سه روز سپری کرده پرسان بکنیم و همچنان امروزشان صحبت های داشته باشیم که چطور اینجا آمدن میخواین عکس بگیرن. ما رو بکنین دوستا. سلام، چطور هستی؟ الحمدلله شما چطور هستید؟ بخیر سلامت باشید. مبارک روزه نماز ساعت عبادت قبول. شما هم تبریک باشه بیادر جان. بخیر سلامت باشی. اینال میشه نامک مقبول تبر ما بگی که بشناسید. نام ما حافظ محمد حضرت. حافظ محمد حضرت. بسیار خوب. حضرت جان عزیز، ازی بگو بر دوستا اول که ایت را چگونه سپری کردیم چند روزش را؟ والله الحمدلله بسیار خوب است، در امن است که فضای امن است الحمدلله، که وقت که بود این رقمی سر ما تیر نمیشد مثل که حالی است به خاطر که اسلامی امارت است، شریعت است، بسیار خوب سر ما تیر میشه. خب بسیار خوب. گفتی سابق این رقم سر ما تیر نمیشد، قسم که حال تیر میشه. نه چی کار میکردی؟ مصروف چی کاروبار بودی که خوب گذشوندن نمیتونستی؟ ولا بس ما در مدرسه بودیم دیگه، خاطر نفرایی که مثال علم میکرد یا مجاهدین سروا سخت تر میشدن. خب دیگه ما در مدرسه بودیم. ایدم دیگه در مدرسه سپری میکردیم. ولی در مدرسه یا نمیجا خو قدر مزه نمیکرد مثل که حالی است. حالا دیگه اید را با دوستایت آمدی حتما چکر اینجا عکس میگیری. عکس هم گرفتی با دوستایت؟ ولی عکس گرفتیم، چکر دادیم دیگه، حالا آمدیم عکس گرفتیم. خب بسیار خوب. بر دوستای را بگو کجاها رفتی؟ چکر چند جای رفتی؟ چند ایدی جمع کردی؟ چند ایدی دادی برای تفلکا؟ والله ما تا کسی ایدی نداده. والله ما به تفلکا تا ایدی دادیم. چکر دادیم. خاص گرفتی کسی برای ایدی داد تا ایدی ندادی؟ ولی دیگه که با ما کلان ایدی بده، ما با خورده ایدی بده. ما خودت نام خدا کلان هستی دیگه، در تفلیت گرفتی حتی نیدی. والله تو خواست دیگه. برای دوستایی را بگو کیت را در کنار فامیل در خانه باشی خوب خوشایند است، یا مثل که نمیال با دوستای چکر آمدی یا شکر بیدی خوب خوشایند باشه؟ والله در دو جا خوب است، هم قد اندیوالای که اندیوالای واقعی باشه، خوب باشه که آدم به رای خوب تشویق کنه و امرای دا همیش باشه. هم قد اندیوالا خوب است و هم قد فامیل خوب است. بخیر سلامت باشی رفیق جان. اگر میخوای که برای هموطنان عزیز ما عید را تبریکی بدی که امروز هم در خدمتت است. از به هموطنان عزیز کلشان تبریک میگیم. سلامت باشی، خیلی ممنون. بیشتر لذت ببر از فضا. خیر ببینید. بخیر سلامت باشی. خب دوستان عزیز، شما ما را
همراهی کنین. میریم این طرفتر، دوستا تعدادشان ماشاءالله زیاد شده رفت، با اینا هم صحبت بکنیم ببینیم که اینا چی میکنن. وقتی ما طرفشان میریم دوستا یک قسم فرار میکنن از کامرا. سلام، خوب هستین؟ بستی برادر خیرتی. بخیر و سلامت باشی. عیدت مبارک، روزه و نماز ساعت عبادت قبول ایام باشه. شریف. بخیر و سلامت باشی. نامک مقبولت چی است؟ امیر علی. امیر علی یا امیت علی؟ امیر جان، کجا روان هستی رفیق؟ پیمندی حالا یک دیو گرفتیم بریم خانه. بسیار خوب، بسیار خوب. این فضای اینجا چطور است برات؟ خوشایند خوب است؟ است، بسیار خوب است. خانه میری جای چکر رفته بودی یا از خانه نه، دوستا بودی؟ خانه ماما هستیم اینجا، قدی بچه ماما یک میمان هستی خیلی. والا. چطور است میزبانی میکنه؟ خوب است یا نه؟ بسیار آمد بتا. دیو سر خودت خریده است یا خودش خریده؟ نه خودش خریده. خودش خریده. از ما وزن نداره. خرچه میکنه سر. از ما وزن. بخیر سلامت باش امیر جان. اگر میخوای بریدام بر دوستا هم عید تبریکی بدی کامری عید دوستا مبارک، ایام شریف. دیگه خوش باشین. بخیر سلامت باش امیر جان. خب دوستا بریم کمی طرفتر، دوستای ما اینجا عکس میگیرن، بریم با اونا هم صحبت بکنیم. دوستای عزیز، این فضا واقعا خیلی مقبول جور شده است و ارزش از این داره که یک بار شما هم بیاین اینجا با دوستایتان عکس یادگاری بگیرین، امروزشان تفریح بکنین. او محمد جان سلام، چطور هستی؟ سلام کاکا، چطور هستین؟ خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشید. دوستای محمد جان است، در یک برنامه هم براتون معرفی کردیم میشه که کوچکترین عضو خانواده هدف میدیا است. محمد جان عیدت مبارک باشه، روزه گرفته باشی، روزهای قبول باشه. روزه گرفتی محمد جان؟ روزه را یک چند روز گرفتم دیگه باز دیگه نتونستی. خیر روزه و نمازت قبول باشه. چی میکنی چه محمد جان خودت؟ اینجا فضا بسیار مقبول بود، آمدم عکس بگیرم. عکس میگیری؟ این مقصد نوجوان هستی تمام یا ما را خبر نمیکنی؟ نه دوستا با خبر نداریم محمد جان آمده اینجا میخواد یک عکس بگیرم، ما راش خبرم نکرده. چطور شد اینو گیرت کردیم؟ نه خانه ما خبر داشتم شما برنامه ثبت میکنین، گفتم مزاحم نشم، واسه تصادفی دیگه برابر شدیم. نه دوستا ما را خوب دیده بودم، تیر خدا آورد دیگه. چرا تیرت آوردی محمد جان؟ وقتی برنامه ثبت داشتیم به خاطر برنامه ثبت داشتین، گفتم مال در برنامه تون چی نکنم. خب مزاحمت نه، خواهش میکنم، خودت مزاحم نیستی. خب خوب است. امروز سر خوردیم، چی کردی دی چند روزی؟ کجاها رفتی؟ چکر رفتی؟ خانه دوستا رفتی نرفتی؟ رفتم خانه دوستام، رفتم و هم خانه ما آمدن، ما از اینجا کل بیننده هدف میدیا عید تبریکی میتم، انشالله عید خوب داشته باشن. تشکر، زنده و سلامت باشی محمد جان. تو بیا کمی نزدیک بیا، کجا میگریزی؟ بر دوستایی را بگو که چند نگری جمع کردی؟ من فعلا تا امروز 700 روپیه جمع کردیم. 700 روپیه جمع کردی؟ کیا برات زیاد ایدی دادن؟ بیشترین ایدی را برات کی داد؟ بیشترین ایدی را پدرم برام داده. پدر جانت کمترین شکی داد؟ نمیگه از شکایت که وقتش است. کمترین کاکای. کمترین کاکای نه کاکا جانش کمترین ایدی را برات داد دیگه، شکایت کرد از خودت؟ نه شکایت نیست. خب بازم اگه ایدی نمیتن یا میتن، ایدی دیگه یک چیز هست که رواج است، کم و زیاد نداره. خب بتن خوب است ایدی یا نه؟ هر کدامش که دلشان میشه میتن، نمیتن خب هر چی که است، هر چی به میل خود غیره به میل خودتان گذاشت. دوستا تشکر محمد جان، سلامت باشی، برو خودت هم بیشتر لذت ببر، باز برنامه خلاصت میبینیم او خودت. صحیح، تشکر. و به خاطر حمایت کردن از هدف میدیا چنل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، ویدیو را لایک کنین و به دوستانتان شیر کنین. تشکر، سلامت باشی دوستاینا. محمد جان هم خوب یک موضوع را براتون اشاره کرد، چنل یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب کنین. میتونین که در صفحه فیسبوک هدف میدیا ما را دنبال کنین، در صفحه تیک تاک و همچنین اینستاگرام میتونین که ما را دنبال کنین. ما همون طرفتر میریم، چند نفر از دوستا هستن اونجا عکس میگیرن، با اونا هم صحبت بکنیم ببینیم که اونا ایتر چگونه تا حالا سپری کردن. سلام، خوب هستید؟ علیکم السلام، ستون خوب است؟ بخیر است؟ بخیر سلامت باشی. سلام به خودت. سلام برادر، خوب هستید؟ عیدتان مبارک باشه، روزه و نماز ساعت عبادت قبول باشه. خیر ببینید، از شما مبارک. بخیر سلامت باشی. از خودت هم رفیق عیدتون مبارک، روزه و نماز شما مبارک، روزه تراویح مقبول شه. سلامت باشی. پښتو درغږیږم ملت پښتو مشکل نیست، پښتو صحبت کو بر دوستا. اول نام مقبولتان بر دوستا بگوی بشناسید. نام عزیر ده. عزیر جان. و از خودت رفیق؟ نام من شمس است.
شمس، تنها شمس؟ شمس الهدى. شمس الهدى. چقدر یک نام مقبول داری؟ خیر ببینید نام شما؟ نام ما امید بکتاش هست. کامرامن شما؟ کامرامن ما جمشید جان احمدی است. خب بسیار خوب. سلامت باشین. خیلی ممنون حسین جان. چگونه سپری کردین چند روز عید را؟ خوب بود اینجا. اول روز خود که شما میفهمین این مهمان میآید، اون آمد با خاطر اونا خانه باید باشیم. و روز دوم یک کم سر در شهر گشتیدیم. یک کمی در شهر گشتید. عزیر جان باش پیشتر نامتان هم اشتباه شد اسم شما. عزیر عزیز خودت هم برای دوستا بگو که چگونه سپری کردی چند روزی؟ والا بس شکر ده الحمدلله. بس ټول هم دغه حلوی. ټول هم دغه حلوی. اول ورځ باندې ملمانو سره مصروف وي. هغه نه را دخواته بس بیا اوسګار شي چکر و مکر وتن اوس چکر باندې راوتی. نظر به این که هر فردتان یک رقم بود حتما با هم خیلی دوستای رفیق صمیمی هستین. مرور میدم مشر. ها برادرت است. ها بسیار خوب. تنها برادر است یا باز رفیقت هم است؟ بس رفیقم ده ورورم. به نظر به این که ابراج شکر آمده دیگه رفیق خوبت است. چطور از باز رفیقیتان اینایتان خوب تبخوش هستین امروز که دیگه یا جدی پیش میره؟ الحمدلله بس خیو. جنگ نمیکنین؟ نه بعضی برادرها هستن مثلا که برادر زیاد صمیمی نمیباشه. نه میگه که باش تمرین کلاب داره استاد. ماشاءالله ماشاءالله. خود برادر است مگه استاد است. ها ماشاءالله بسیار خوب. بر دوستایی را بگوین که کجا رفتین، خانه دوستا رفتین، چکر بیشتر رفتین، کدامش براتون زیاد خوش گذشت؟ برای خانه دوستا رفتیم و در شاریناو گشتیدیم. شاریناو و دیگه طرف قرغه رفتیم. و مگه همی تو رفتیم پس آمدیم. همی را آمدیم تو. خب بسیار این فضا چطور از به نظرتون؟ فضای پارک اینجا؟ خوشبختی. والا اینجا اول دفعه آمدیم ما. اگر نه این برادریم هم اول دفعه آمدیم اینجا زندگی میکنیم. خب حالی گفتیم بیا ببینیم. چرا که در خاطر یوتیوب یک قضیات ویدیو هستن، با خاطر اون گفتیم یک دفعه ببینیم. خوب است در ویدیو زیاد دیدیم. در ویدیو زیاد دیدیم یک دفعه در نزدیک ببینیم. بله بخیر سلامت باشین. خیلی ممنون از هر دویتان. اگر میخواین که بر دوستایتان بر فامیلتان هم از طریق برنامه ما عید تبریکی بتین کامری ما در خدمتتان هست. برای رفیقا میتیم که طرفای خارج هسته. رفیقا زیاد و ویدیو را میبینه. میال با ما برادرم گفتم این ساعتم یک یوتیوبر اونجا چه رقم میگه نصف کرده. نصف کرده و ویدیو کل بچه ها میبینه اونجا و با اونا کلگی خوب عید میخواهم و خوب وقت برش میخوایم. بخیر باشی سلامت باشی. عزیر جان خودت هم میشه که پیامت را بر دوستا بدی؟ زه د خپل طرف ټولو مرګورو ته د اختر مبارکی وایم او بس سلامت باشین. چه خوشحال وي. تشکر سلامت باشین. عید خیلی خوب و خوش براتون خواه هستم. سلامت باشین. تشکر از شما. خب دوستای عزیز واقعا شبگردی در این فضا یک لذت خاص داره. شبگردی در کل یک لذت خاص داره ولی که یک فضای مقبول باشه، گلا باشه، اینا باشه، یک لذت خاص داره. بریم با این دوستان صحبت بکنیم. سلام خوب هستین؟ و علیکم سلام خوب هستی بخیر. تشکر سلامت باشین. عیدتان مبارک باشه. روزه و نماز طاعت عبادت قبول باشه. عید مبارک سی. خدای دې عبادتونه ټول قبول و منظور وګرځوي. بخیر و سلامت باشین. میشه اول نام مقبول تان برام؟ نام صفی الله. صفی الله جان این چند روز عید را چگونه سپری کردی میشه بر دوستا بگو؟ ما خود دلته د اختر د خلکو د امنیت په خاطر موږ دلته ولاړ یو شپه او ورځ سیاو چی مشکل پک نسی. خب تانوس خرید نکردی خدا دیگه؟ هر ورځ ولاړ یو. تنها د اختر د پاره نه موږ شپه او ورځ دلته هر وخت ولاړ یو د ملت په خاطر چې کوم مشکل پک نسی انفجار و نسی. بخیر و سلامت باشین. افتخار ما هستین. ما بر شما افتخار میکنیم و تشکر از اینکه شما زحمت میکشین تا ما بتونیم که در یک فضای کاملا صلح و آرامی عید را تجلیل بکنیم. آرامی مشکل نسته. دلته موږ هم له خلکو نه دغه غوښتنه ده چې موږ سره یو سي او دښمن ته موقعیت ورنکړي چې دلته انفجار وکړي. او موږ خو تر اوسه پورې اختر ته کورو ته تللي هم نه یو. اختر هم خپلوانو سره مبارک کړی هم نه ده. دلته د امنیت په خاطر موږ ولاړ یو او موږ د مشرانو امر ته تابع یو. هغوی چې هر رقم امر وکړي موږ منو. نو دغه هر رقم ژوند روان د خلک راغلي د ګلانو سره عکسونه اخلي. نو که موټر موټرسایکل دلته ودرې موږ امنیت ولاړ یو. بسیار خوب. قربانت سلامت باشی. باز چه وقت خودت میری خانه
ایت را تجلیل میکنی با فامیل و دوستا بیاید رخصتی داری نه کورو ته خو موږ داسې وخت کې چې د اختر مختر خلاص دي خلک ښه خوشحالي په ښه طبیعت ولمانځي بعد لغنه بیا موږ کورو ته ځو یا د اختر په لسمه یا په شلمه هغه که مشرانو اجازه راکړه موږ بیا به اجازه ته ګورو کورو ته ولاړ شو 2 شپې وک بیرته براسو سلامت باشی با فامیلت هم تماس گرفتی ایده برشون تبریکی دادی یا کور ته خو مې زنګ وکړ ابا سره دې سره خویندې سره مختر مبارک هغوی ویل چې ولې راځئ نه موږ ورته ویل چې د مشرانو امر ته موږ تابع او دلته خدای ناخواسته مشکل پېښ که نه د انفجار وسي او چی وسي هغه ته نه د خلکو ته مثال مشکل نه دی هغه ټول مشکل دی موږ دی بعد دا موږ د افغانستان ته بل څوک پرې نه ږدو چې دلته مداخله وکړي قربانت سلامت باشی اینال هم میشه بر دوستایی که مثلا نیت را تبریکی ندادی برشان تماس نگرفتی اینمی که امروز ما در خدمت هست میتونی امروز نیت پرسی بکنی و تبریکی بدی برشان نیت دا ټول زه د افغانستان د هر ولایت د هر ولسوالۍ خلکو ته د اختر مبارکي وایم او دغه تم چې ټول څونه خلک راغلي د اختر مبارکي موږ ته راکوي که انسانیت ښه سړیتوب موږ سره کوي موږ هم ښه سړیتوب او ښه اخلاق ورسره کوو قربانت سلامت باشی خیلی ممنون از خدا زنده باد تشکر خوب خوش برات می‌خوایم خیلی ممنون تشکر سلامت باشین خب دوستان عزیز قاری صاحب گفتن که ما اینجا هستیم تا امنیت مردم را بگیریم تا بتونن که در یک فضای کاملا صلح و آرامی عید را تجلیل بکنن و لذت ببرن و جا دارد که ما هم تشکری بکنیم از نیروهای امنیتی ما تا به خاطری که امنیت را تامین کردن تا مردم ما بتونن در یک فضای کاملا صلح و آشتی و برادری و صمیمیت عید را تجلیل کردن ما تشکری میکنیم از اینا خب عزیزان دلی بود برنامه امروز با خدمت شما تقدیم کردیم امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشد شما عزیزان هم کانال یوتیوب هدف میدیا را سابسکرایب بکنین میتونین که از طریق فیسبوک ما را دنبال بکنین و همچنان اینستاگرام و همچنان تیک تاک هدف میدیا را هم دنبال کنین تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتون قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا میسپارم شب و روزتان خوش خدا نگهدار